اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در محله گنجاباد ناحیه مسجح مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 42 را افتتاح کردند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان در صحن انشاءات نوبنیاد با برداشتن پرده از روی لوحه رمزی به فعالیت مؤسسه تعلیمی زمانوی آغازی رسمی بخشیدند. مکتب مذکور برای 1200 خواننده در 2 بست پیشبینی شده آموزگاران صاحب تجربه به خوانندگان درس میگویند. این مؤسسه تعلیمی از 3 آشیانه و تختخانه عبارت بوده، دارای 24 صنفخانه برهوای تعلیمی از جمله کابینت‌های فنی، کیمیا، فیزیک، متماتیک، بیولوژی، طبیعت شناسی، آزمایشگاه‌های تعلیمی مجهز با تجهیزات ضروری، صنفخانه‌های کامپیوتری، کتابخانه و دیگر حجره‌های یاری رسان میباشد. در تختخانه مؤسسه نوی تعلیمی صنفخانه‌های کسب و هنر آموزی برای پسران و دختران جایگیر بوده. همه صنفخانه‌ها و اتاق‌های کاری مؤسسه با شبکه متمرکز گرمیدهی پیوست کرده شده است. باعث خوشنودی است که در این محله نوبنیاد با دستگیری پیشوای ملت مکتب عبارت از 3 آشیانه، 24 صنفخانه، تالار ورزشی، مجلسگاه و آشخانه زمانوی برای 600 نفر خواننده در یک بست ساخته و استفاده داده شده است. ما آموزگاران جوان با این غمخواری ها وعده می دهیم که نسل نورس را در روحیه وطن پروری تربیت نماییم. ما آموزگاران و خوانندگان بنیاد چنین مکتب زمانوی را دیر باز انتظار بودیم. شکر استقلال، شکر وحدت که برای دانش بلند گرفتن و صاحب تخصص‌های معاصر شدن نسل آینده ساز تمام امکانیت‌های ضروری فراهم میباشد. ما وعده می‌دهیم که جواباً به این غمخواری و توجه در آینده متخصصان خوب شده به خلق و وطن عزیز خویش صادقانه خدمت نماییم. اثنای شناسایی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به سطح و صفت کارهای ساختمانی در مؤسسه نوبنیاد زمانوی بهای بلند داده از فراهم آوردن شرایط ارزنده تعلیم به مسئولان و آموزگاران برای تربیت درست نسل نورس و جوان و در روحیه بلند افتخار ملی به وایه رسانیدن آنها دستور و سپارش‌های مشخص دادند. ما خوانندگان پیوسته شکرانه آن را می نماییم که در سرزمین تمدن آفر و علم پرور تاجیکستان به جان و دل برابر به دنیا آمده، هر قطره و بیان را، هر وجب خاکیان را مقدس و گرامی میپنداریم. همچنان سپاسگزارم که به ما چنین مؤسسه زیبا را
در عرفه 3 سالگی استقلالت جمهوری تاجیکستان تقدیم کرده اید. ما نورسان خوشبخت وعده می دهیم که تمام دانش و مهارت خود را به فنهای دقیق روانه کرده برای خدمت وطن متخصصان بهترین خواهیم شد. Много лет мы мечтали о новой школе, и этот долгожданный день настал. Сегодня мы будем учиться в новой школе. В короткое время была проделана большая работа, и мы получили школу, которая является одной из самых красивых в нашем районе. Новая школа обеспечивает все необходимые условия для развития учеников. Мы учимся в просторных, уютных, светлых кабинетах, оснащенных современным оборудованием. مؤسسه تعلیمی نوبنیاد دارای تالاری برهوای ورزشی برای بازی‌های فوتبال خرد، والیبال و بسکتبال با 300 جای نشست، مجلسگاه جهت برگزاری جمع‌آمد و چهاربینی‌های گوناگون فرهنگی با 280 جای و آشخانه با 240 جای نشست می‌باشد. بینای نوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 42 در دایره کارهای سازندگی و بنیادکاری به استقبال سزاوار 30 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان بنیاد گردیده، آن بهترین تحفه حکومت مملکت به ساکنان محله گنج‌آباد شهرک سوغدیان ناحیه مسجح ولایت سوغد به شمار می‌رود. فرمایشگر انشاءات اداره ساختمان اساسی مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوغد بوده، پیمانکار جمعیت دارای مسئولیت محدود ساختمان 3 می باشد. بینای مؤسسه نوساخت با طرح معاصر و جوابگو به معیارهای بین المللی قامت افراخته است. در رفت کارهای ساختمانی که 2 سال ادامه یافت، بیش از 100 نفر متخصصان محلی با کار و معاش خوب تأمین شدند. جمعیت دارای مسئولیتش محدود ساختمان 3 در ظرف 2 سال حدود 120 نفر کارگر این انشاءات را با صفت بلند و با استفاده از محصولات وطنی خوش صفت ساخته به استفاده دادیم. این برای تمام مردم مسجد از جمله برای مردم محله نوبنیاد گنج‌آباد تحفه ارزشمند از جانب پیشوای معظم ملت ما به حساب می رود. برابر بنیاد تالار برهوای ورزشی همچنین در شفت مکتب میدان ورزشی نیز بنیاد کرده شده است که خوانندگان امکان دارند به بازی‌های گوناگون ورزشی مشغول شوند. همزمان حدود مؤسسه آباد و زیبا گردانیده شده، گل و بوته‌های آرایشی نیز شنانیده شده است. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان پس از شناسایی با امکانات تعلیم و تدریس در مؤسسه مذکور با آموزگاران و خوانندگان صحبت صمیمی انجام دادند. تاکید گردید که آموزگاران با حس بلندی مسئولیت شناسی در تعلیم و تربیت خوانندگان فعالیت نمایند، زیرا در این مؤسسه نوبنیاد زمانوی تمام شرایط علم آموزی موجود است. مورد ذکر است که این بارگاه علم و معرفت در محله نوبنیاد گنج‌آباد نخستین مؤسسه تعلیمی بوده، آن جهتی به تعلیم و تربیت فرا گرفتن خوانندگان بنیاد گردیده است.